أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پدران و مادران عالی قدر و برادران و خواهران اهل اسلامی من، بنده امروز خواستم برای شمایان یک قصه درباره روزگار پیامبر کل مؤمنان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نقل نمایم. پیغمبر مؤمنان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به ابو دردا نگاه کرده گفتند: آیا میخواهی که دلت نرم و مهربان شود؟ زیرا رحم و شفقت انسان را به جنت میبرد. آیا میخواهی که دعایت مقبول و مستجاب شود؟ آیا میخواهی که به مقصدت برسی؟ ابو دردا گفت: بله یا رسول الله. پیغمبر به ابو دردا 3 مرتبه گفتند: با یتیمان رحم دل باش، با یتیمان رحم دل باش، با یتیمان رحم دل باش. عذاب هر یک درد را اون شخصی که به این درد دچار شد میداند و عذاب هر یک یتیم را اون شخصی که در یتیمی به وی رسید میداند. از این را کسی که با یتیمان رحم دل باشد در جنت همراه من در یک جای می نشیند. گفتند رسول الله روز عید فطر بعد نماز با صحابگان راه رفته ایستاده بودند و راه آنها با اون جایی که کودکان بازی میکردند راست آمد. روز فطر فرزندان را لباس تازه و آزاده پوشانیده با اشترهای خرد سوار کرده پدرهایشان با خوش و خرسندی بازی می داشتند و همه شاد خرم بودند. در همین وقت چشم رسول الله به کودک خرد و ناچاری که در چیت راه گریه میکرد افتاد. رسول الله نزد اون کودک آمدند و پرسیدند: برای چه گریه میکنی؟ برای چه مثل دیگران شاده و خرسنده میکنی؟ کودک جواب داد: یا رسول الله، پدرم در جنگ شهید شد، مادرم باشد به شوهر برآمد، پدر یوگای به من لباس خریداری نکرد و بر زمین مرا از خانه راند. اگر پدرم حیات می بود مرا با اشترها سوار می کرد و لباس نو و نو خریداری می کرد. این سخن را گویان اون کودک گریه می کرد. رسول الله گفتند: آیا می خواهی که من پدری تو شوم؟ و آیا می خواهی که عایشه مادر تو شود؟ فاطمه خواهرت شدنش را می خواهی؟ حسن و حسین جنهایت شدنش را می خواهی؟ گریه مکن فرزندم، من پدری تویم. آن کودک: آخر شما اشتر ندارین، شما مرا بر بالای چی سوار میکنین؟ اونها را بینین در اشترهای خود سوار شده خرسند گشتم. میگوید: فرزندم، من برای تو یک اشتر بهتری میشم، بر بالای من سوار شد. پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم آن کودکی خرد یتیم را بر بالای خود، یعنی بر پشت خود سوار کرده راهگردی را آغاز کردند و در همین وقت آن کودکی خردسال میگوید: اشترها جنبیده راه میرند اما شما نه. رسول الله بعد شنیدن چنین سخنها جنبیده راه رفتن را ادامه دادند. و باز کودک گفت: اشترهای آنها را بینید. آواز برآورده اوف 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 گویان راه میرند اما شما آرام راه رفته ایستاده اید. و ناگفته نماند که اوف این کلمه عربی بوده معنایش عذر بخشش را هم دارد. وقتی که رسول الله اوف اوف
افگویان راه رفته ایستاده بودند. در همین وقت حضرت جبرائیل علیه السلام به نزد رسول الله آمدند و گفتند یا رسول الله، اگر یک مرتبه دیگر افگویید دنیا را آتش می سوزاند. برادران و خواهران اهل اسلامی من، پدران و مادران اهل قدر، این را بینید که پیامبر مؤمنان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم با یتیمان چگونه رفتار میکرد. اما امروز ها بسیار شدند که اون با دولت ها، یعنی دولتمندان، وقتی که کودک یتیم را میبینن اونها را دشنام و سخنهای قبیح زده از نزد فرزندان خود دور میکنند و حتی به فرزندانشان فرمان میدهند که با اون شخصانی که پدر و مادر ندارد بازی و خرسندی نکنند. استغفر الله گوید. ای برادران، دانسته مانید که وقتی که شما دل یک یتیم را میآزارید عرش الله تعالی را میلرزانید. وقتی که یتیم گریه میکند عرش الله تبارک و تعالی گریه میکند. پس به حرمت خداوند هوشیار باشین و به قدر انسانیت برسیم. بیایید دست دعا برداریم و بگوییم یا الله، هر یک من فرزند یتیم و ناچار را در پناه خود نگه دار و از دست ظلمکاران و نابکاران ایمن نگه دار و الهی محبت مرا، عاقبت مرا بین انسانیت مستحکم کن و الهی مرا پیروی رسولت بگردان. برادران و خواهران اهل اسلام من، وقتی که ما توبه میکنیم انشاءالله خداوند غفور و رحیم است، میبخشد. پس به حرمت خداوند در نزد فرزندان یتیم فرزند خود را سیله و بوسه کرده، اون فرزند یتیم را حالا که دل او پاره پاره شده است سخت‌تر دل او را نشکنین. برعکس فرزندانتان را درس دهین تا که با اون فرزندان یتیم شاد و خرسندی کند، تا اینکه آنها از این دنیای بی رحم و بی شفقت دلگیر مشوند. این دنیا راه پست و بلند بسیار دارد. پس به حرمت خداوند به قدر هر یک نعمت الله برسیم و با انسانیت با اون دولت و ثروتش نگاه کرده با همه دهیم. زیرا روزی که ما می رویم ما را فقط به یک اسب چوبین سوار کرده بعداً به خاک می سپارند. اون مال و دولتی که ما داشتیم به اولاد آینده ما می ماند، اما ما دست خالی از این دنیا می رویم. الهی الله تبارک و تعالی هر یک ما و شما را برای اهدنا الصراط المستقیم هدایت کند. و آخر الدعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با احترام دوست و برادر شما امید رحمت. یا الله، ما بندگان گناهکار را از راه خطا، از راه شیطان و از وسواس آن، از راه نابکاری و از کردار ناشیم خودت برای راست هدایت گردان و هر یک فرزند یتیم را خدایا خداوندا ایمان کامل و عقل سالم نصیب روزی بگردان. آمین یا رب العالمین.